تنظیم نشریات و چاپخانه‌ها در سراسر تاجیکستان از بنبست مهاجرت و مردکاری رها کردن کشور، صرفه بجای مبلغ‌های بودجه دولت، فضای آزاد بدون سنسور، تأسیس گروه ویژه روشنفکران در نزد پرزیدنت تاجیکستان از سؤال و پیشنهادات اهل زیایه می باشد که در صحبت با رادیو آزادی ذکر کردند که در ملاقات با رئیس جمهور در میان گذاشته شود. ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با زاییان در چند سال اخیر در آستانه عید ملی نوروز به حکم ادعنه درآمده و انتظار می رود روز یکشنبه 19 مارس سال روان در کاخ نوروز برگزار شود. نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان روز 14 مارس به رادیو آزادی گفت برای ملاقات با پرزیدنت کشور فهرست اهل قلم را پیشنهاد کرده است و افزود رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات رویارو با اهل روشنفکران را خوش دارد. نظام قاسم میگوید در این ملاقات پیشنهاد خواهد کرد که مسئله مطبعه ها و چاپخانه ها در سرتاسر کشور را که شماره اشان به حد زیاد است و هر چی را که میخوان چاپ میکنند تنظیم شود. ملاقات های قبلی رئیس جمهوری تاجیکستان با زیایان نشان میدهد که روشنفکران تاجیک در امر بر رئیس جمهور رسانیدن مسئله های مبرم و داغ جامعه کشور یا سهل انگاری میکنند و یا جرأت ندارند. عبدالملک قادری کارشناس تاجیک میگوید زیایان ما نالیدن میتوانند ولی در وقت مسئله را باید مطرح کرد عقب نشینی میکنند. و میگوید به این ملاقات زیایان دعوت نشده است ولی چند پیشنهادی دارد که میخواد از طریق سامانه رادیو آزادی مطرح کند. گروه ویژه از روشنفکران در اطراف خود جمع کند تا این مردم مثل آینه به اون وضع واقعی که امروز تاجیکستان دارد نشان دهند، نه اون چیزی را که رئیس جمهور در سفرهای خود به این یا اون گوشه منطقه های کشور میبیند، نه اون چیزی که به اون نشان میدهند. یعنی وضع واقعی مثل آینه نشان دهد و مصلحت ها و مشورت های واقعی دهند تا اینکه کشور از این حالتی که امروز گرفتار است از این بیرون شد. خواهش دیگری من این میشد که رئیس جمهور کشور را، تاجیکستان عزیز ما را از اون بنبست مردکاری که امروز تاجیکستان در اون واقع شده است بیرون کند، رها کند. تاجیکستان نباید پایبند پولهای مردکاران باشد. کارشناس دیگری تاجیک شاکر جان حکیموف نیز به این ملاقات دعوت نشده است ولی این همایش را برای عرض مسئله های جامعه مهم می شمارد و میگوید به صورت عموم در کشور یک سنزوری وجود دارد که در نوشتن کتاب و بررسی مسئله ها عالمان چندان آزاد نیستند و میخواهد این فضا باز شود. عالمی که در ساحه فلسفه اجتماعی یا حقوق سیاسی کار میکند یا اقتصادی است و باید درد ملت را انیق کند و راه‌های حل و اصلاح مشکلات را پیشگویی کند و دولت تاجیکستان گوش شنوایی داشته باشد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان روز یکشنبه 20 مارس سال گذشته ضمن سخنرانی در ملاقات با زاییان و مهمانان همایش بین المللی حوزه نوروز گفت نوروز یک جشن فرهنگی است که از هزار سالها به این طرف از سوی مردمان نژاد و ملت و دین و مذهب‌های مختلف تجلیل می‌گردد.